اگر تا الان نمیدونستی که معنی علامت بالا چیه، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. من مهدی عزیزنیا هستم و اینجا هم چنل Only Maths. علامت قبل در واقع نشون دهنده زیر مجموعه محضه. حالا زیر مجموعه محض یعنی چی؟ تمام زیر مجموعه های یک مجموعه بجز خودش زیر مجموعه های محض اون مجموعه که تعداد اونها برابر با 2 به توان n یا همون تعداد اعضا منهای 1. هممون میدونیم که یک مجموعه n عضوی 2 به توان n تا زیر مجموعه داره. حالا اون منهای یکش برای چیه؟ یه قانون هست که میگه هر مجموعه زیر مجموعه خودش هم هست، ولی زیر مجموعه محض این قانون رو قبول ندارن و میگن نمیتونه یک مجموعه زیر مجموعه محض خودش هم باشه. حالا اگه هنوزم داستانو نگرفتی، با یه مثال واسه کارو در میارم. مثالمون چی میگه؟ یه مجموعه آ داده با اعضای 1 و 2 و 3. میخوایم زیر مجموعه های محض این مجموعه رو بنویسیم. تویی که زیر مجموعه همه و مجموعه است و اونو در ابتدا مینویسیم. بعد میایم زیر مجموعه های محض تک عضوی رو مینویسیم، یعنی 1 2 3. بعد دو عضوی 1 و 2 1 و 3 و 2 و 3. اینها همه زیر مجموعه های محض مجموعه آ هستن که میتونیم اونها رو به صورت تکی تکی هم بنویسیم، هیچ فرقی نداره. تعدادشون چند تا است؟ طبق فرمول داریم 2 به توان 3 منهای 1 که مساوی میشه با 7 تا. حالا یه نکته مهم، به این مجموعه دقت کنین، مجموعه 1 و 2 و 3 که زیر مجموعه آ هستن. اینجا دیگه ما نمیتونیم از علامت زیر مجموعه محض استفاده کنیم، باید حتما از علامت زیر مجموعه استفاده کنیم. فرقشون چیه؟ یک خط. فرق این دوتا یک خطه، مثل علامت کوچیکتر و کوچیکتر مساوی. داخل کوچیکتر اگه اون خط وجود نداشته باشه ما خود عدد رو حساب نمی کنیم. اینجا هم به همون شکل تقریبا کارایشون یکیه، چون خط نداره ما خود مجموعه رو حساب نمی کنیم و در نظر نمی گیریمش. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی دیگر، بدرود.